درود میفرستم به بینندگان بینیت گرامی رادیوی آزادی و همه اونهایی که این لحظه ها در پخش مستقیم سرخط خبرهای روز رو در تقدیم من شالو گلخوجه تماشا دارند. حالا ساعت به وقت پراگنده هست و چون معمول در همین وقت ما برای شما موضوعی رو خواهیم گفت که در برنامه خبری یعنی 3 ساعت پس بازم در پخش مستقیم در همینجا تقدیم شما خواهند شد. مقامات بانک ملی تاجیکستان نظام زلاتای کرونا را برای کشور خطرناک میشمارند. در این باره مسئولان بانک امروز در نشست خبری صحبت کردند. به قول آنها مبلغ برای افرادی که در دنغره دست به کشتاری سیاحان زدند طریق زلاتای کرونا به تاجیکستان انتقال داده شده بود. از طرف دیگر این نظام میتوانست وضع اقتصادی تاجیکستان را به هم بزند. چون و چرا را در برنامه خبری منتظر باشید و لازم به یادآوری است که فعالیت زلاتای کرونا در تاجیکستان از 3 دکامبر سال گذشته بعد فعال شدن مرکز ملی انتقال پول قطع کرده بود و به گفته مهاجران در انتقال مبلغ برایشان مشکل‌های زیاد را پیش آورد. مقامات در ختلان میگویند که 29 نفر را در این ولایت برای عضویت در سازمان اخوان المسلمین بازداشت کردند. موج بازداشت‌های افراد متهم به پیروی اخوان المسلمین در اوایل ماه گذشته آغاز شد و چند روز قبل داستانی کل گفت که در مجموع در سراسر کشور 113 نفر بازداشت شدند. در همین حال پیوندان بعضی از بازداشت شده‌ها از داستانی کل تاجیکستان درخواست دارند که قضیه را عادلانه تحقیق کنند. آنها ارتباط نزدیکانشان را با سازمان‌های ممنوع در کشور رد میکنند. آیا پیروان اخوان المسلمین چگونه شناخته و یا تشخیص میشوند؟ این موضوع امروز در نشست کمیته دین مطرح گردیده است و تفصیلات را در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهیم کرد. ویروس نو چینی بازار داروخانه ها بخصوص سودای نقاب طبی در تاجیکستان را گرم و اما تاجران مال فروشی را نگران کرده است. محدودیت در روا به چین وابسته به گسترش ویروس نو صاحبکاران و خریداران را به فکر انداخته است. آنها میگویند احتمالاً هفته‌های نزدیک این وضع به بالاروی نرخ در کشور تاثیر میرساند چون که در بازارهای تاجیکستان اکثر مالها به واسطه و یا با واسطه از چین وارد میشوند. ما را در برنامه همراهی کنید و در این باره گزارش رو پیشنهادی شما میکنیم. خیلی سحری و بر وقت میخیزیم ماه خوب ساعتوی 5 نیم میخیزیم. شما سمیچکان آخر میگه تو کی جورا بروی انا خیلی میگه یا خیلی این کارم هر آدم نمیتونه کده. این وظیفه هر آدم هم نیست. وای همکارمون همین ماشین تیز میروم خیلی میگیره چند کمی کششه. وای میگن که ایوی خودشی دای بیزنک بودای. خیلی خونه آمدیم کارم تموم کردیم.